درود. 13 سال از سریال حریم سلطان میگذره و ما امروز قراره با هم دیگه توی این ویدیو بازیگرای سریال حریم سلطان رو ببینیم که بعد از 13 سال دارن چیکار میکنن و چه شکلی شدن. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. اینجا کانال ایران ترکه. اگه دوست دارید که از آخرین اخبار و حواشی سلبریتی ترکیه با خبر باشید، یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. گوربی ایلری. گوربی تو سریال حریم سلطان نقش شاهزاده مهمت رو بازی میکرد. گوربی متولد سال 1988 که الان 36 سالشه. اون بازیگری خوش از سال 2007 شروع کرده و میشه گفت یکی از نقش‌های مهمش تو سریال مربوط میشه به سریال حریم سلطان. آراس بولود. آراس تو سریال حریم سلطان نقش شاهزاده بایزید رو بازی میکرد. آراس متولد سال 1990 که الان 33 سالشه. آراس از سال 2009 فعالیت خودش رو شروع کرده و میشه گفت که وقتی فعالیت کارش رو شروع کرده جایزه‌های خیلی زیادی برد و یکی از جایزه‌های مهمش میشه به 2 جایزه پروانه طلایی اشاره کرد. بوراک اوزچیوید. بوراک تو سریال حریم سلطان نقش بالی خان رو بازی میکرد. بوراک متولد 26 دسامبر 1984 که الان 39 سالشه. بچه بوراک هم هنرپیشه است و هم مدله و همینطور هم جزو یکی از ثروتمندترین بازیگرای ترکیه‌ای هستش. و یکی دیگه از چیزای جالبی که در مورد خاطراتش صحبت کرده بود، فاهریه که همسر بوراک هستش، گفته بود که اولین بار بوراک رو سر صحنه فیلمبرداری سریال حریم سلطان دیده و همونجا بوراک خوشش اومده. که بچه من یه ویدیو ساختم در مورد ازدواج بازیگرایی که آشناییشون از توی سریالا بوده و عشقشون از سریال به واقعیت رسیده. لینکش بالای صفحه میاد. اگه دوست داشتید حتما میتونید برید ببینید. انگین اوزتورک. انگین تو سریال نقش شاهزاده سلیمو بازی میکرد. انگین متولد 28 سپتامبر 1986 که الان 37 سالشه. انگین بازیگریشو از سال 2010 با بازی تو سریال فاطمه گل شروع کرده. تولگا ساریتاش. تولگا تو سریال حریم سلطان نقش شاهزاده جهانگیر رو بازی میکرد. تولگا متولد 30 می 1991 که الان 32 سالشه. میشه گفت که تولگا با بازی تو سریال حریم سلطان تو نقش شاهزاده جهانگیر بود که حسابی مشهور شد و بعدش هم که تو سریال دختران آفتاب با هانده ارچل هم بازی بود که همین نقشش باعث شد که بتونه یه شهرت خوبی رو به دست بیاره. اوکان یالابیک. اوکان تو سریال حریم سلطان نقش ابراهیم پاشا رو بازی میکرد. اوکان متولد 13 دسامبر 1974 که الان 45 سالشه. نور فتاحوغلو. نور تو سریال حریم سلطان نقش ماهدوران سلطان رو بازی میکرد. نور متولد 12 نوامبر 1980 که الان 43 سالشه. سلما ارگچ. سلما تو سریال نقش خدیجه سلطان رو بازی میکرد. سلما متولد 1 نوامبر 1978 که الان 45 سالشه. نباهت چهره. یکی از بازی‌های معروف نباهت چهره مربوط میشه به سریال حریم سلطان که نقش مادر سلطان سلیمان رو بازی میکرد. نباهت متولد 15 مارس 1944 که الان 80 سالشه. مهمت گونسور. مهمت تو سریال نقش شاهزاده مصطفی رو بازی میکرد. مهمت متولد 8 می 1975 که الان 48 سالشه. پلین کاراهان. پلین تو سریال حریم سلطان نقش مهری ماه رو بازی میکرد. پلین متولد 6 اکتبر 1984 که الان 39 سالشه. مروه بولور. مروه تو سریال حریم سلطان نقش نوربانو سلطان رو بازی میکرد. مروه متولد 16 سپتامبر 1987 که الان 36 سالشه. سعادت آکسوی. سعادت تو سریال حریم سلطان نقش ویکتوریا رو بازی میکرد. سعادت متولد سال 1983 که الان 40 سالشه. برک توز یوناتاچ. برک تو سریال حریم سلطان نقش مهری نسا رو بازی میکرد. برک متولد 2 نوامبر 1984 که الان 39 سالشه. سچکین اوزدمیر. سچکین تو سریال حریم سلطان نقش لئو رو بازی میکرد. سچکین متولد سال 1981 که الان 42 سالشه. ملیک ایپک.
ملیکه تو سریال حریم سلطان نقش شاه دخت ایزابل رو بازی میکرد. ملیکه فعالیت خودش رو تو سینما از سال 2011 شروع کرده و همینطور هم ملیکه متولد 29 آوریل 1984 که الان 39 سالشه. جانسو دره. جانسو تو سریال حریم سلطان نقش فیروزه خاتون رو بازی میکرد. جانسو هم بازیگر و هم مدل و همینطور هم نایب قهرمان مسابقات جشنواره زیبایی ترکیه هستش. جانسو متولد 14 اکتبر 1980 که الان 43 سالشه. بوراک ساقیاشار. بوراک متولد 29 اکتبر 1987 که الان 36 سالشه. بوراک تو سریال حریم سلطان نقش پدرو رو بازی میکرد. تولگا تکین. تولگا تو سریال حریم سلطان نقش بارباروت رو بازی میکرد. تولگا متولد 19 مارس 1973 که الان 51 سالشه. غمزه دار. غمزه تو سریال حریم سلطان نقش فیدان رو بازی میکرد. غمزه الان 34 سالشه. سلیم بایراکتار. سلیم تو سریال حریم سلطان نقش سنبل خان رو بازی میکرد. سلیم متولد 17 ژوئن 1975 که الان 48 سالشه. ملتم جنبول. ملتم تو سریال حریم سلطان نقش فاطمه سلطان رو بازی میکرد. ملتم متولد 5 نوامبر 1969 که الان 54 سالشه. برجو اوزبک. برجو تو سریال حریم سلطان نقش هوری جهان سلطان رو بازی میکرد. برجو متولد 11 دسامبر 1989 که الان 34 سالشه. اینجوری که من نگاه میکنم اکثر بازیگرای ترکیه‌ای تو سریال حریم سلطان یه نقشی داشتن و بازی کردن. سرکان آلتونوراک. سرکان تو سریال حریم سلطان نقش تاشلی جالی رو بازی میکرد. سرکان متولد 24 دسامبر 1976 که الان 47 سالشه. برجو تونا. برجو تو سریال حریم سلطان نقش گلنیهان رو بازی میکرد. برجو متولد 16 مارس 1986 که الان 38 سالشه. فیلیز احمد. فیلیز تو سریال حریم سلطان نقش نگار کالفا رو بازی میکرد. فیلیز متولد 15 آوریل 1981 که الان 42 سالشه. خب بچه‌ها، بازیگر محبوب شما کدوم بازیگر بود و به نظرتون کدوم بازیگر بیشتر از همه تغییر کرده؟ حتما نظراتتون رو برای من کامنت کنید و اگر ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید و تا درود دیگه بدرود.